دلار 150 تومان شما شک نکن تا چند وقت دیگه خواهید داشت اگر آقای فرزین با همین روش پیش بره. شما شک نکنید که به مکانیزم ماشه هیچ ربط نداره این افزایش قیمت دلار، به تحریم‌های بیرونی هیچ ربط نداره، همش زیر سر بانک مرکزی. اینو شک نکنید شما. بانک مرکزی هیچ وجاهتی در پرونده من نداره. در هیچ جای قانونی اونها طلبکار ما نیستن. اینکه مداوم بیادش بگه که من طلب دارم ایشون بدهکار کلانه، این حرف بی ربطیه. به خاطر اینکه نه در پرونده قضایی همچین چیزی وجود داره، نه عملا ما به اونها بدهی داریم و نه من از بانکی تا حالا در عمرم وام گرفته باشم که بخواد به بانک مرکزی ربط داشته باشه. آقای فرزین اینکه این مطالب رو میاد عنوان میکنه هیچ وجاهتی نداره. اول بیاد حکمش رو اعلام بکنه که ببینیم ما بر چه اساسی به ایشون بدهی داریم، حکم قضایی داره، چکی بهش داریم، ازش پولی قرض گرفتیم، بعدش بیاد این صحبت‌ها رو بکنه. این حباب‌ها شکسته بشه و اینا همه فساده. اینها اگه دخالت نکنن خود مردم کشور رو درست میکنن. به جایی که به این مکانیزم ماشه بره توجه کنه، به دلار 105 تومانی توجه کنه، الان یه هفته است داره در علیه من اونا اخبارای کذب میدن. من چند روز پیش مهمون داشتم، رفتم هتل، میخواستیم کارت بکشیم که پول هتل مردم رو بدیم. کارت 200 میلیون تومان بیشتر کار نمیکنه. کارهای اشتباهیه. ما کارهای رفاقتی رو باید تو کشور بذاریم کنار. بارها به ایشون گفتیم آقا بانکات هک میشه، شد. گفتیم برو رو بلاک چین، نکرد. گفتیم آقا این تراستیا رو جمع کن، اولین موشکی که بهت بخوره تراستیا میبندنه، پولای کشور رو نمیدن و تو زودتر از بشار اسد باید فرار بکنی از اینجا. ایشون باز قبول نکردش. گفتیم طلا رو وارد کشور بکنیم، جلوشو گرفت. ببینید ما هیچ کدوم این مشکلات ما به خارج از کشور ارتباط نداره. کشور ما به اندازه کافی قدرت داره که بتونه ارزش رو کنترل بکنه. تمام اینها به خاطر این تراستی هاییه که آقای فرزین درست کرده و محدودیت هایی که برای مردم درست کرده. تمام مردم باید کمک بهمون بکنن. ما نباید بذاریم مدیران ناتوان به 80 میلیون نفر، کسی که خودش نمیتونه 5 نفر خونه خودشو ببره جلو، که نمیتونه برای 80 میلیون نفر آدم بیا تصمیم گیره بکنه. که دکتر پزشکیان هم باید کمک بشه. الان آقای دکتر پزشکیان یک مدیر بدون سربازه، یعنی سربازاش اصلا برای اون دارن برعکس اون کار میکنن. الان هم محکمتر وایستاده کشور. ما هم از نظر اقتصادی پشت کشور وای میسیم، شک نکنیم. من حداقل بیش از 20 تا 50 میلیارد دلار آماده کردم پشت دست کشور بذارم.